عزیز سلام، وقتتان بخیر. امید هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین. با پشت صحنه آهنگ دخت هرات و دخت بدخشان خوش آمدید. قرار است که امروز تمامی جریان و تمامی اتفاقاتی که در ضبط ویدیو کلیپ رخ می‌دهد برای پرده بر شما بکشانیم. امید که از این پشت صحنه خوشتان بیاید. بریم همراه ما بیننده باشید. بینندگان عزیز خوش آمدین به ادامه ویدیوی ما و ادامه پشت صحنه. همه دوستا تیاری دارن که آماده شوند و برن سر ست و شروع کنن به ضبط کردن و در اینجا ما فعلا در آشپزخانه هستیم که لالا راز عزیز قرار است که تیاری بگیره برای نان و میریم همراهشان یک چند کلام گپ میزنیم و میبینیم که چی کار میکنن. خسته نباشین لالا راز. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ چطور تیر میشه آمادگی آشپزخانه؟ خوب است. فعلا کار شروع کردیم، میبینیم که مثلا دوستای ما اونجوری برنامه شما ما شروع بسیار عالی. مقصد داشته میگیری که گوشتارم نه ان شاء الله که خوب میباشه. تیاری چی رو دارین؟ یک ذره دوستا گفتن در ایداتون آخرتون در خبرش پاپیجو کنیم مثلا گفتن بله درست است. انشالله که بخیر تیر شود و منتظر هستیم 100% که یک غذای عالی میشه. تشکر انشالله. شما منتظر باشید انشالله اگر پاپیلا ترسیم شولا میخوام. نه انشالله که میباشه. سلامت باشید. وقتتان بخیر. دوستای عزیز، قسمی که بیننده هستین تمام صحنه آماده شده، کل چیزا ست شده و قرار است که کم کم آوازخوانا بیاین و هنرمندای عزیز ما بیاین و ثبت را شروع کنن. پیش از اینکه ثبت را شروع کنن من شما را همراهی میکنم تا بریم ببینیم که چی کارها میکنن در پشت صحنه و چه قسم آمادگی میگیرن. با ما همراه باشین.
دوستای عزیز، قسمی که میبینین از رخشان افشین میکاپ میکنه. ما هم زیاد مزاحمت نمیکنیم که میکاپشان خراب نشه. چطور است میکاپتون به دلتان است یا نه؟ سلام. قسمی که میبینید سونا جان شدیداً زحمت کشیده رئیس که مرا جذاب بسازه. البته جذاب هستم و جذابتر دیگه. زحمت زیاد کشید، ببینیم که چی میکنه. انشالله که خوب میباشه. تالنت سونا جان برای همه که معلوم است. دیگه میگن که میکاپ کردن زنا بیشتر وقت میگیره از مردا. حالا شما آمادگی ریکاردینگ که میگیرین و شوتینگ میگیرین چقدر از شما تایم خود گرفت؟ 5 دقیقه. 5 دقیقه؟ مطمئن هستی؟ بسیار عالی. پس من مزاحمتان نمیشم، وقتتان بخیر. دوستای عزیز، میکاپ یک هنرمند ما خلاص شد و فعلا تمیم جان میکاپ میکنه. دیگه من زیاد نزدیک نمیم که دست میکاپ آرتیست ما را تکان نتم، خدای نخواسته میکاپشان خراب نشه. تمیم جان چی حال دارین؟ سلام خوب هستید؟ سلامت باشین. چطور است میکاپتان به دلتان پیش رفته رئیس؟ بسیار عالی. تجربه اول مسکل جان زده است. بسیار عالی. این سوال ما از رخشان هم پرسان کردم، از شما میپرسم. همیشه گفته میشه که میکاپ خانوما وقت میگیره، وقتگیر است. دیگه ایناله که شمایی که بسیار پروفشنال تیاری میگیرین یا آمادگی میگیرین، میکاپ شما مایل خانوما وقت خود گرفت یا به نظرتان کم وقت خود گرفت؟ خب چون روان و پروسس کار یک چیز است نه. البته جلد خانوما نسبتاً روشن‌تر نسبت به آقایان میباشه. احتمالاً زمان کار از اونا کمتر باشه نسبت به آقایان، چون جلد ما تاریک‌تر. اینا میکاپ آرتیست ما هم تایید کردن که از زنا وقت میگیره. و به خاطر زنا بسیار ظرافت میبینن، نه از خاطر از این. دقیقاً. خب امیدوار هستم که به دلتان شم و مزاحمتان دیگر نمیشم. وقتتان بخیر. مسیج آف هست، دیسکانکت شده رئیس. یا خود خیلی طرف بیاد. چرا؟ فاضل از موبایل خوب بگیره. چرا دیدی؟ به خاطر استوری باز کنی. از من پر از موبایل باشه سعی یک چند سن. بدخشان. ما هرات هستیم تو بدخشان. ما هرات هستیم تو بدخشان. ما هرات هستیم تو بدخشان. ما هرات هستیم. وقتی که ایراد شدیم موبایل میخوانه بدخشان شد. من ایراتی رو میخوانم اون بدخشانی رو. نه سعی نه تو یک سوال شد. حالا در کجا مورد به تو از بدخشان هستی و لیلات. خونه خوب است خب اگر یعنی حرکات دستم میگه. اومده اکشن. بگم آماده هستی؟ خوشحال میباشی یک غمگین نباش خلاص. خوش هستی نفر برات خواندن میکنم.
کرد